أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیاری از برادران و خواهران بزرگوار ما بنا به دستور الله متعال سبحانه و تعالی در راه دعوت قدم می‌گذارند، اما صبرشان در این راه متاسفانه بسیار بسیار ضعیفه و کمه و این نبود صبر و نبود استقامت باعث میشه که شخص از راهی که در آن روانه از راه خود احیانا منصرف بشه و حتی این راه را نعوذ بالله ترک بکنه، راهی که در آن سراسر خوبی و سعادت و خوشبختی داره. و طبیعتا انسان موجودی است ضعیف و اگر این ضعف را انسان نتوانه به قوت تبدیل بکنه، طبیعتا در این راه ضعیف خواهد شد. و راه دعوت هم یکی از راه‌های بسیار سخته، یعنی راهی نیست که بر سر انسان گل بریزن و انسان را تجلیل بکنن، احترام بکنن. بله صحیح است در میان مؤمنین و در میان اهل حق مورد احترام قرار میگیره، اما انتظار یک داعی نباید این باشه که من دعوت میکنم و مانندی که فوتبالیسته ها را احترام میکنند و سر دسته هایشان بلند میکنند و برایش بهبه و چهچه میکنند، اینطور نباید منتظر این حرفا باشه. بیشتر باید منتظر مشکلات باشه، به جای تشویق بیشتر انتظار بدگویی ها را داشته باشه که برایش بد بگویند، دشنامش بدن، توهینش بکنن، جسارت بکنن. این راه بسیار سختیه، راه بسیار دشواریه و همچنان که الله متعال سبحانه و تعالی در آیات متعدد، در آیات زیادی در قرآن کریم برای ما میگه که شما صابر باشید در همه امور، خاصتا در این امر دعوت که بار بار پیامبر علیه السلام را هم الله متعال سبحانه و تعالی توصیه به صبر میکنه، توصیه به استقامت در راه دعوت میکنه. الله متعال بار بار در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای مؤمنین با صبر و نماز از الله کمک بخواهید، زیرا که نصرت و یاری و تأیید الله همراه صابرانه، همراه افراد صبور و صابر هست. و الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. ای مؤمنین صبر داشته باشید، صبر و مصابره بکنید و شکی نیست که نصرت و پیروزی از آن صابرینه. و تلک الایام نداولها بین الناس. الله متعال میگه که وقتی مؤمنین در غزوه احد شکست میخورند ظاهرا، الله متعال برای مؤمنین اینطور تسلیت میده و قلوب آنها را آرام میکنه، میگه و تلک الایام نداولها بین الناس. این روزها، یعنی روزهای شکست و پیروزی، روزهایی است که در حال چرخشه. یک روز شما پیروز میشوید، روزی مخالفین شما پیروز میشوند، روزی شما تفوق پیدا میکنید و بالا میروید و روزی مخالفین شما بالا میروند. و شاید اصلا یک شخص داعی گاهی اوقات کارش به جایی برسه که اصلا ظاهرا پیروزی را به چشم سر مشاهده نکنه، بعد از اون اتفاقاتی بیفته. غالبا اینطوره که الله متعال سبحانه و تعالی نصرت و پیروزی خود را برای صابران میده. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله والله مع الصابرین. چی بسا گروه های اندکی هستند که
بر گروه‌های بزرگ پیروز میشوند. غلبت فئة کثیرة باذن الله والله مع الصابرین. در راه دعوت انبیا علیهم السلام که بهترین مخلوقات در روی زمین هستند و بالاطلاق بهترین مخلوقات هستند، چی مشکلات و چی سختی هایی را که متحمل نشدند. پیامبر مانند نوح علیه السلام بیش از 900 سال دعوت میکنه، اما سرانجام الله متعال سبحانه و تعالی درباره دعوتش میگه که از میان قوم تو تعداد بسیار اندکی ایمان آوردند. از تعداد اندکی در میان قوم نوح علیه السلام علی رغم دعوت طولانیش و طولانی مدتش و تا جایی که قرآن کریم میگه که شب و روز را نمیشناخت، هر موقعی که پیش میآمد دعوت میکرد، اما تعداد اندکی به او ایمان آوردند. در راه دعوت خونها ریختانده شد از انبیا علیهم السلام. افرادی را سر بریدند، کشتنشان، که الله متعال هم در جاهای متعددی در قرآن عظیم الشأن به این قضیه اشاره میکنه. و یقتلون الانبیا یقتلون النبیین، آنها پیامبران را میکشتند، پیامبران را قتل میکردند و قتل میرساندند، به شهادت میرساندند. این راه بسیار دشواریه، گاهی باعث میشه که به خاطر این دعوت و به خاطر حقی که میرسانه بهترین دوستانش بدترین دشمنانش بشوند. گاهی باید خودش را و مالش را و جانش را و تمام هست و بودش را فدای این راه بکنه، ولی ارزشش را داره. گاهی انسان مالش و جانش و تمام هستیش فدای چیزی میشه که ارزشش را نداره، اما راه دعوت ارزشش را داره. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم چی مشکلاتی را که در راه دعوت متحمل نشدند، چی سختی هایی را در راه دعوت متحمل نشدند. پیامبر علیه السلام خون مبارکشان در راه دعوت ریخت، در غزوه احد، در سفر طائف، ولی پیامبر علیه السلام صبر کردند. در سفر طائف وقتی پیامبر را اذیت کردند، خیلی اذیت کردند، خیلی آزارشان دادند، تا جایی که کفشه هایشان پر از خون شد، بدن پیامبر خونالود شد. جاهلان را به جان پیامبر انداختند که سنگ بزنند. جبرئیل هم آمد گفت ای پیامبر، ای محمد صلی الله علیه و سلم، چون پیامبر شکایت کردند در پیشگاه الله که ای الله مرا به دست این جاهلان انداختی، یا الله شکایت میکنم در پیشگاه تو. الله متعال پیامبرش را دوست داشت. ملائکه کوها آمدن گفتن اجازه بدی ای محمد صلی الله علیه و سلم، اگر تو بخواهی ما این کوها را برهم میزنیم و تمام اهل طائف را نابود میکنیم. اما پیامبر علیه السلام صبر کردند، گفتند که من امیدوارم که از میان اینها و از نسل اینها کسایی به دنیا بیایند که به الله ایمان بیارند. و اینطور هم شد. دیری نگذشت و در زمان حیات رسول الله علیه السلام محقق شد. صبر لازم هست. چی بسا از دعوتگران ما همین که قدم در راه دعوت گذاشت انتظار داره که همه پشتیبانش باشند، همه تعریفش را بکنند و همه برایش و به صحبتهایش بهبه و چهچه بزنند، همه او را مورد احترام قرار بدن و همه او را به چشم خوب ببینند و همه حرفش را بپذیرند و قبول بکنند. این چنین تصور یک داعی بر حق نیست. به خاطر اینه که بعضی از دعوتگران مردمی هستند. به این معنا میبینند که مردم چی را میپسندند و مردم از چی خوششان میآید، همان را تکرار میکنند، حالان که حق به اون طرف نباشه و آن چی که میگویند باطل باشه. دوست دارند در هر موردی موقفی داشته باشند و طرفدارانشان را از دست ندن، در حالی که این روش یک دعوتگر واقعی نیست. یک دعوتگر واقعی کلام حق را بگوید گرچه خانواده‌اش با او دشمن شوند، کلام حق را بگوید آنچه که برایش حق ثابته گرچه تمام عالم دشمنش بشن. و این راه دعوت، صراحت در لهجه و صراحت در بیان حق دوستان را از کنار انسان دور میکنه. چی بسا دوستان دشمنان انسان تبدیل میشن، چون شما موافق میلش صحبت نمی کنید،
امروز از شما دفاع میکنه به خاطری که موافق میلش هستی، فردا بر علیتان میشه چون خلاف میلش شد. و باید صبور باشه. و بسیار مهمه که یک دعوتگر با تعریف مردم مغرور نشه و با بدگویی مردم مفتور و درمانده نشه. اینها مانند کف روی دریاست، ثابت نمیمانه. اگر امروز بر علیش هستند احتمال داره فردا به نفعش باشند، و اگر امروز به نفعش هستند برایش آفرین و ماشاءالله میگویند، فردا دشنامش خواهند داد. خصوصا کسایی که بنده خواهشات نفسانی هستند. اینها دوست دارند که هر کس موافق میلشان صحبت کنه و هر کس مخالف میلشان حرف زد او را از خود میرانند، از خود دور میکنند و بد و ردش میگن. اگر از رهبرش تعریف کرد از او خوششان میآید، اگر رهبرشان را نقد کرد از او بدشان میآید. اگر موافق میلشان صحبت کرد عالم دهر و دعوتگر دوران و شیخ الاسلام و حجت الاسلام و فلان اسلام میشه. اما اگر مخالفشان بود جاهل میشه، احمق میشه، نادان میشه و عالم سو قرار میگیره و دعوتگر سو قرار میگیره، چون موافق میلشان نیست. پس برای یک دعوتگر بسیار مهمه که این را آویزه گوش خود کنه که تعریف و تمجید مردم او را مغرور نکنه. شکی نیست که اهل حق از بیان حق خوشحال میشن. هدف من اهل حق نیستن. به صورت کلی خصوصا در فضای امروزی انسان نمیتونه که، یک شخص دعوتگر نمیتونه که برای دلخوشی مردم حرف بزنه، چون هر کس از خود یک تمایلی داره، تمایل سیاسی داره، تمایل فکری داره، تمایل حتی نعوذ بالله قومی و نژادی داره. اگر مخالفینش را مانند خودش بی حرمتی کردی از تو خوشش میآید، وگرنه تو را بد خواهد گفت و تو را بد خواهد دید. حکومتها و جریانهای سیاسی هم دوست دارند که این دعوتگران را استعمال بکنند و از آنها استفاده بکنند برای منافع خودشان، مانندی که امام اهل سنت امام ابو حنیفه رحمه الله وقتی از ایشان منصور میخواه که امیر وقت، امیر مؤمنینه، میگه تو باید قاضی من بشی، قاضی مسلمان ها بشی. امام ابو حنیفه سرباز میزنه، میگه نه این کار رو نمیکنه. میگه باید این کار را بکنی. میگه این کار را نمیکنم. میگه تو را آزار میدم، تو را میزنم. میگه بذار. روزانه امام ابو حنیفه را شلاق میزنه تا که قبول بکنه قاضی القضات بشه، اما قبول نمیکنه. میگه تو را به زندان میاندازم. میگه بیانداز. امام ابو حنیفه را به زندان میاندازن و در برخی از روایات آمده که ایشان در زندان فوت میکنه. چرا امام ابو حنیفه رحمه الله قبول نمیکنه؟ چون میدانند که میخواه از ایشان سوء استفاده بشه در این راه. شما در طول تاریخ علمای حقانی و دعوتگران واقعی را میبینید که اجازه نمیدن تا احزاب و جریانهای سیاسی از اونها سوء استفاده بکنه، چون وقتی در دام اینها افتادی مجبوری که برای آنها بندگی و بردگی بکنی و هر آنچه که آنها میگویند تایید بکنی و از خیلی از خطاهایشان چشم پوشی بکنی و خطاهایشان را نادیده بگیری، اغماض بکنی، چشمت را ببندی از حقیقت و زبانت بسته بشه و عقلت منجمد بشه. الله المستعان. اینها بسیار مهمه. اینها همه برمیگرده به صبر، استقامت. فقط انسان صبور میتوانه که از این سختی ها و از این مشکلات بگذره، برای چند صباحی مشکلات را متحمل بشه، اما یک عمری مستقل و آزاد و با آبرو و با عزت زندگی بکنه و حتی بعد از زندگی نامش با احترام گرفته خواهد شد. مانند ائمه بزرگواری که مشکلات را متحمل شدند و امروز بعد از 1400 و یا 300 و یا 200 و یا 1000 و یا کمتر یا بیشتر نامشان با احترام گرفته میشه، چون صبور بودن و صبر کردن در راه دعوت و مشکلات را متحمل شدن، سختی ها را تحمل کردن، مشکلات را پشت سر کردن و سرانجام هر تاریکی را روشنی است، هر ظلمتی را نوری است و هر مشکلی را آسانی است. فإن مع العسر یسرا. سرانجام پیروزی از آن حق خواهد بود و باطل از بین خواهد رفت
و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. و سرانجام پیروزی از آن مؤمنین خواهد بود و از آن حق خواهد بود. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. انسان باید ثابت باشه در راه حق و این ثبوته که عزت او را در پیشگاه الله بالا میکنه، زیرا عزت و ذلت به دست اللهه. هیچ کس نمیتونه انسان رو ذلیل بسازه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اگر انسان در راه حق ثابت بمانه، الله او را عزت میده، و اگر از راه حق منصرف شد و به خاطر منافع شخصی خود و به خاطر زندگی زودگذر دو روزی که در دنیاست حق را پوشاند، الله متعال او را در همین دنیا خوار و ذلیل میکنه.